دفاع کنیم. این دین که نوجوانان ما را، حتی زنان ما را که در جایش بگذارین، موضوعات بعدی در این کتاب است که من براتون بخوانش میگیرم، حتی زنان ما را در جایش بگذارین، بچه‌های پسرهای زیبا را، پسرهای زیبا را از افغانستان با خود بردن، بالاشون عمل جنسی را انجام دادن. چی میکردن بچه‌های زیبا را؟ این ربی چی کار داشت با پسرهای زیبای افغانستان؟ 1000 دانه را با خودش برد. یعنی از چند تا خانواده، شاید از 1000 تا خانواده 1000 فرزند را گرفت و بالا اینا شاید چقدر تجاوز کردن اینها. الان شما که وجدان دارین، یک بار قضاوت کنین، یک بار خودتون را امت ندانین، یک بار خودتون را هموطن و همدرد با من بدانین که آتیست هستم. چقدر دردآور است این مسئله. این یک گوشه از تجاوزها است، این یک گوشه از دردهای ما است، این یک گوشه از شکستاندن هویت و غرور مردم ما از در افغانستان. یک گوشه بسیار کوچکش، 0.002% هم نمیشه. در ادامه این متن اگر من براتون بخونم، اشک بیگانه به حال ما میریزه، اشک نمیدونم کور به حال ما میریزه. ما عقده ندارم در برابر اسلام، من نمیگم اینها باید کشته شوند، من نمیگم مسلمان باید قتل شود. تو هموطن ما که مسلمان هستی، فکر کن که این آیین را اجداد تو با پسرهای زیبایشان که به آلت تناسلی اونها تقدیم کرده پذیرفتی. و کابل را چگونه گرفتن، هرات ما را چگونه گرفتن، حمامهای هرات را بیاد دارید، بازارهای القندهاریات را در عربستان سعودی که دختران پشتون ما خرید فروش میشه بیاد دارید. حمامهای هرات که بالای زنهای ما تقریبا حدود 3 شبانه روز تجاوز کردن، آب گرم حمام تمام شد، کتابخانه های ما را به تاراج بردن. 10 تا کتاب تاریخی در مورد آتش زدن کتابخانه های کشور ما که محمد گفته هر آن چیزی از در اسلام است بجز اسلام، هر کتابی را شما در این کشورهایی که میتازین یافتین آتش بزنید. چرا؟ چون باید هویت را نابود کنیم تا این مردم به هویت قبل از اسلام خود بر نگردن و دوباره این دین را ترک نکنن. به اون خاطر است که ما امروز گمراه هستیم. من نمیدانم که افغانستان زادش از نخستین گامی که افغانستان برداشته است کجا بوده، آریانا چی است. نمیدانم که چه وقت ما با ایران بزرگ یک جا بودیم، چه وقت جدا شدیم، چون تمام این کتابخانه های ما آتش زده شد. من اینها را با بغض و با کینه و با فلان و بهمان ابراز نمی کنم. من حیث یک فردی که تاریخ اسلام را خواندم، قرآن را بلد هستم، با احادیث آشنایی دارم، اینها دردهای اجداد ما نیستند، اینها دردهای امروز فرزندان کشور ما هستند. ای کاش این مسئله اون وقت تمام میشد. چنگیز حمله کرد رفت پشت کارش، دیگه دین نگذاشت به ما. درست است؟ انگلیس ها دین نگذاشتن، رفتن پشت کارشان. یک تاریخ سیاه هم برشان جاگزین شد در سیره. تیمورلنگ جواب خود به دست آورد که افغانستان مال پان ترکستان است و تمام کسانی که حمله ور شدن جواب دندان شکن به دست آوردن و ما دست اجداد ما را میفشاریم که در برابر این متجاوزین جنگ کردن. حتی شوروی را بگذاریم که افتخار بدانیم. خب اینها تمامش افتخارات ما بودن. چرا؟ پس ما امروز در برابر افرادی که بدتر از چنگیز خان، بدتر از شوروی، بدتر از انگلیس، بدتر از آمریکا، بدتر از تمام این متجاوزین، اجداد ما را کشتن، غلام بچه ها بردن امروزشان عمل لواط را انجام دادن. معذرت میخوایم از دوستان بزرگواران، لواط میگم چون ما بحث درون دینی داریم. شما در برابر اینا چگونه با کدام وجدان سکوت اختیار کردید؟ ما فقط میخوایم از یک مسلمان همین جواب را بشنوم که با این تجاوزها چگونه شما امروز میایین میگین که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و با کدام وجدان سر به سجده به طرف قبله خم میکنین که 1000 دانه بچه ما را، پسر کودکای ما را از افغانستان بردین در امو قبله بالایشان تجاوز کردین. این قبله برای شما چگونه تا امروز مقدس است؟ ما میخوایم اینی را بشنویم. فقط برای من بسیار جالب است که یک جوان مسلمان افغان چی پاسخی داره به سوالای من. همین حرفای من را چگونه تحلیل میکنه، چگونه رد میکنه، چگونه من از این گمراهی نجات میده. من شاید گمراه باشم، شاید ندانم، شاید نادان باشم. من شنونده می باشم ببینیم که این دوستان مسلمان ما آیا حرفی دارن در برابر این موارد.